سلام سلام سلام. هپی هالیدیز. انشالله که تا اینجا تعطیلات بهتون خوش گذشته باشه. تقریبا 1 دقیقه صبر میکنیم. سلام که یه ذره تعدادتون سلام صبا جان، تعدادتون یه ذره زیاد بشه تا در مورد کاریابی در کانادا با هم صحبت کنیم. سلام. خب من برای مقدمه بگم که من برای این لایف چند تا سرفصل در نظر گرفتم که در موردش صحبت میکنم، ولی اگر شما سوالی داشته باشید و زمان یاری کنه حتما به اونها هم میرسیم، وگرنه در موردش پست میسازیم یا در موردش لایف میذاریم. سرفصلی که امروز من در نظر گرفتم، اولین و مهمترینش، سلام بهار جان، اولین و مهمترینش تفاوت بین کاریابی در کانادا، یعنی داخل خاک کانادا، با کاریابی خارج از کانادا هست که سوال و دغدغه خیلی از عزیزان هست. در مورد نکات لینکدین صحبت میکنیم، تفاوت جاب آفر معتبر و فیک یا همون اسکم، چطوری با رکروترها در لینکدین تعامل برقرار کنیم، در مورد کارآموزی در کانادا صحبت میکنیم و در مورد چالش زبان فرانسه در مونترال با هم صحبت میکنیم. خب من در خصوص تفاوت بین کاریابی در داخل خاک کانادا و در خارج از کانادا صحبت بکنم. عزیزان، خیلی از شماها خصوصی به من پیغام دادین و کمک خواستین که چطوری بتونین کار پیدا کنین داخل خاک کانادا. خب این مقوله برمیگرده به در واقع بحث مهاجرتی، یعنی در قضیه جاب آفر گرفتن در خارج از خاک کانادا این قضیه مهاجرتی هست و اصلا در حیطه دانش یا فعالیت من نیست. یعنی در واقع من کمک میکنم یا حالا راهنمایی میکنم در حد توانم به کسایی که داخل خاک کانادا هستن، حالا یا جاب در واقع ویزای کاری دارن یا پی آر دارن و یا سیتیزن هستن. حتی به ویزیتورها هم نمیشه در واقع متاسفانه کمک کرد، به خاطر اینکه ویزیتورها در کانادا اجازه کار ندارن، یعنی حق کسب درآمد حتی $1 هم ندارن متاسفانه. یعنی حتما باید ویزیتور اول ویزای کار بگیره و بعد حالا میتونه از منابع مختلف کسب اطلاع بکنه برای پیدا کردن کار. پس اینو در نظر داشته باشید که اگر خارج از خاک کانادا هستین و دنبال کار هستین، اینا میشه بحث‌های مهاجرتی که متاسفانه در اصلا دانش من نیست و من متاسفانه در این زمینه نمیتونم کمک کنم. اما اگر شما در خاک کانادا هستین و تمام مجوزهای لازم رو دارین برای پیدا کردن کار، انشالله یعنی این استارتش رو زدم و در خدمتون خواهم بود با نکات در واقع نکات مختلف کاریابی، مثل مصاحبه، تمام اون سوال هایی که داخل مصاحبه از شما پرسیده میشه من میام دونه دونه در موردش پست میسازم و میگم بهترین جوابی که شما میتونید بدین تا توی مصاحبه موفق بشین چی هست. چون که شما شاید بتونید 10 مدل جواب بدین، اما بهترین جوابی هستش که نشون بده شما باهوش هستین داخل مصاحبه و بتونید اون شغل رو بگیرین، وگرنه مطمئنا شما در حوزه کاری خودتون بسیار متخصص هستین، اما جوابی که میدین توی مصاحبه خیلی مهم هستش. مثلا با استادی پرمیت الان ظاهرا اجازه کار صبا جان، این هم بحث در واقع مهاجرتی هستش که در واقع هر چیزی که مربوط به اجازه کار باشه اینا بحث مهاجرتی هستش که من به زودی زود انشالله اگر بتونم با یکی از عزیزانی که در حوزه مهاجرت فعالیت میکنم و مطمئن باشم که اطلاعاتشون به روز هست لایو میذاریم و به تمام سوالات شما در این خصوص جواب میدیم.
خب میریم سراغ تفاوت جاب آفر معتبر و اسکم. عزیزان میدونم که الان این روزا خیلی همه درگیر، حالا اگر به صورت توریستی تشریف آوردین که ورک پرمیت گرفتین دنبال کار هستین، یا خیلی ها هستن که خب اصلا دنبال کار جدید هستن یا از کارشون اخراج شدن، به هر حال دنبال کار هستن. متاسفانه خیلی الان اسکم زیاد شده، حتی از طریق لینکدین، به خاطر اینکه ساخت پیج کاری در لینکدین خیلی راحته. یعنی هر کس میتونه یه پیج کاری فیک داخل لینکدین بسازه و حتی لوگو بذاره، یه اسم بذاره، حتی فعالیتاشو تعریف بکنه بدون اینکه ما بفهمیم این شرکت معتبر هست یا نیست. حالا ما چطوری بفهمیم؟ خب خیلی نکاتی هستش که باید بهش دقت بکنیم. میدونم که وقتی شما جویای کار هستین مستعصل شدین، یعنی سریع میخواین کار پیدا بکنید و به درآمد برسید. تا یه پوزیشن میبینین باز شده تو لینکدین، سریع اپلای میکنید و به شما ایمیل میزنن و وارد مراحل بعد میشین بدون اینکه بدونین اون اسکم هست و کلاهبرداری هستش. خب چه راههایی هستش که ما بتونیم بفهمیم این نامعتبره؟ خب اولیش اینه که وقتی که شما یه پوزیشن میبینید که گذاشته شده در لینکدین، برین ته و توی اون شرکت رو در بیارید، وبسایت اون شرکت رو چک کنید. خیلی از این شرکت ها یه وبسایت جعلی حتی گذاشتن داخل پیجشون، ولی وقتی که روش کلیک میکنید اصلا هیچ پیج مشخصی وجود نداره، یا under construction یا اصلا در واقع اصلا پیجش بالا نمیاد، یا اگر هم پیجش بالا بیاد چیز خاصی داخل پیجش نیست. دومیش جاب پوستره، یعنی اون کسی که جابو گذاشته. بچه ها نگاه بکنید که اون جاب پوستر چقدر سابقه فعالیت در لینکدین داشته. معمولا حالا 80% موارد اون کسایی که از شرکت‌های فیک میخوان پوزیشن بذارن، اصلا میبینید که 1 ماه یا 2 هفته است عضو لینکدین شدن، در حالی که یه رکروتر قدر حداقل باید 10 سال داخل لینکدین باشه. حالا نه اینکه هر کس تازه عضو لینکدین شده قدر نیست، ولی کسی که میاد برای یه پوزیشن در واقع دنبال نیروی کار هست نمیشه تازه یه هفته پیش عضو لینکدین شده باشه، چون که دقیقاً مینویسه که چه تاریخی عضو لینکدین شده. بعدم اینکه شما وقتی که اپلای میکنین یه ایمیلی دریافت میکنید طبیعتاً که میاد فالو آپ بکنه، مثلا شما تشکر کنه که اپلای کردین. خب نگاه بکنید به ایمیل آدرسش. اگه ایمیل آدرسش یه چیز مشکوکی بود، عدد و رقم توش بود، اصلا مشخص نبود این ایمیل آدرس از چه وبسایتی ارسال شده، این هم میتونه نشونه فیک بودنش باشه. دوم اینکه وقتی که شما اپلای میکنید از شما داخل ایمیل میخواد که روی یه لینکی کلیک کنید. مثلا من خودم امروز یه ایمیلی دریافت کردم که نوشته بود شما سلکت شدین بین میلیون ها آدم و شما ترینینگ حتی مجانی دارین، بهتون پولم میدین، ولی شما باید روی این لینک وبینار کلیک بکنید تا در واقع در مورد این شرکت اطلاعات کسب بکنید. خب شما تصور بکنید که این چه جور شرکتی هستش که من بخوام روی لینکش کلیک بکنم تا اطلاعات رو به دست بیارم، در حالی که این میتونه خیلی واضح داخل خود وبسایتش مشخص شده باشه. پس عزیزان هیچ وقت داخل این جور ایمیل ها اگر لینکی برای شما ارسال میشه کلیک نکنید، چون که این مطمئن باشید که این لینک ها منجر میشه به اینکه اطلاعات شخصی شما از داخل گوشی یا حالا لپتاپ شما دزدیده بشه. پس باید شما با اینکه میدونم جویای کار هستین، شاید مستعصل شدین، خسته شدین، ولی باید اسمارت باشین. یعنی نمیشه ما همه رو بندازیم گردن این که بگیم تو کانادا خیلی شرکت‌های فیک هست، تماس‌های فیک هست. ما خودمونم باید هوشیار باشیم و به قول معروف دم به تله ندیم. پس حواسمون باشه اینجور الان جاب آفرهای اسکم و فراد خیلی زیاد شده، پس ما به این نکته ها باید حتما توجه بکنیم.
یه نکته دیگه هستش در مورد تعامل با رکروترها. ببینید من خودم در واقع خب درسته مثلا HR منیجر هستم، ولی خب کار رکروتینگ میکنم، رکروتر هم هستم. خب فکر کنید یه نفر میخواد با من تعامل کنه، بیاد به من خوشابش کنه، خودشو معرفی بکنه که اگر اون فرد قابلیت‌های لازم رو برای کمپانی ما داره، ما اون فرد رو در نظر بگیریم به عنوان پتانسیل این که در آینده استخدام بکنیم. خب دوستان، یه رکروتر شما تصور بکنید که اگر در روز بخواد 10 مسیج بگیره، خب اگر شما مسیجتون شفاف و کوتاه نباشه، قطعا رکروتر اون مسیج رو اصلا باز نمیکنه. من بارها مسیج گرفتم که طرف فقط نوشته سلام چطورید. خب سلام چطورید چی؟ بعدش چی؟ خواستت چیه؟ و در واقع شما خودتو معرفی نکردی. من فرصت این رو ندارم، من دارم به عنوان رکروتر میگم، فرصت این رو ندارم که بیام به قول معروف جواب این بدم که من مثلا حالم خوبه، شما چطورین. این خودش زمان میبره و یه رکروتر در 8 ساعت کاری در روز فرصت این رو نداره. پس حتما اگر میخواین تعامل برقرار کنید با رکروترها، به این نکته دقت کنید. یه مسیج آماده کنید، اصلا فکر نکنید که اینجا مثل ایران ما باید خیلی خوشوبش بکنیم، خیلی بگیم چطوری، مثلا چه خبر. نه، کلا فقط hello I hope this message finds you well و بعد مسیج تموم. میگین من کی هستم، مثلا چه قابلیت هایی دارم، شرکت شما رو پیدا کردم، کالچرش رو خوندم، خیلی خوشم اومده، این رزومه من هست و من در این زمینه ها میتونم برای شرکت شما یک asset باشم. یعنی اگر منو استخدام بکنید، من کمک میکنم به پیشرفت شرکت شما. اینجوری رکروتر سریع با کلید واژه هایی که داخل مسیج شما هست میفهمه که لب مطلب چی هست. پس از بکار بردن مسیج هایی که غیر ضروری هست با رکروترها خودداری کنید. دومین مسئله این هستش که خب ما در استان کبک یا حالا شهر مونترال میدونیم که 2 زبانه هست و خیلی ها میخوان ثابت بکنن که مثلا من فرنچم خیلی خوبه یا انگلیسیم خیلی خوبه و میخوان این رو به رکروتر نشون بدن. اما شما قبل از اینکه با رکروتر تماس برقرار کنید، حتما پروفایل رکروتر رو بررسی بکنید. اگر میبینید که رکروتر یک کلمه حتی فرنچ داخل لینکدینش نیست، همش انگلیسی هست و هیچ بالاخره چیزی نشون نمیده که این فرد، حالا نه اینکه بگیم بایلینگوال، نه اصلا نشون نمیده که به فرنچ زیاد تمایل نشون میده، شما بهتره که مسیجی که به رکروتر میدین انگلیسی باشه. من خودم به شخصه بارها شده که مسیج های فرنچ گرفتم در حالی که خب لینکدین من کلا انگلیسی هست، درسته مثلا فعالیتم بایلینگوال هست و من تعجب کردم از اینکه به فرض من حتی دوباره میام انگلیسی جواب میدم و اون دوباره اصرار داره و فرنچ جواب میده. خب اینا باعث میشه که اون رکروتر متوجه بشه که شما دقت لازم رو ندارین. اینا همه دقت شما رو میرسونه، چون شما در زمان لازم فرصت اینو دارید که نشون بدین زبان فرانسه بلدین. زمان مصاحبه یا وقتی که فرصت هایی که براتون پیش بیاد و از شما سوال بشه و مطمئن باشین رکروتر همیشه دنبال کلید واژه هست، دنبال این هستش که شما به چه نکاتی دقت میکنید و در واقع دنبال افراد اسمارت هستن. الان مخصوصا با وجود هوش مصنوعی که الان میدونم که خیلی از شرکت های حالا دیجیتال مارکتینگ یا کامپیوتر الان یه خورده بحث چالشی شده براشون این هوش مصنوعی. خب شما تصورشو بکنید الان حتی رزومه ها هم توسط هوش مصنوعی خونده میشه و شما اگر بخواید اپلای بکنید معمولاً 50% شرکت ها در انتهای اپلیکیشن می نویسن که آیا شما تمایل دارین که
رزومه شما توسط هوش مصنوعی خونده بشه یا نه. یعنی از شما این اجازه رو میگیرن، ولی بعضی از شرکت‌ها این اجازه رو نمیگیرن و کلا با هوش مصنوعی کار میکنن. بنابراین خیلی نکات هستش که شما باید دقت بکنید. اینجا تفاوت خیلی زیادی در واقع بین پیدا کردن کار در کانادا با ایران هست و اگه به این نکات واقعا دقت کنید و رعایت بکنید و شانس البته یارتون باشه، واقعا میتونید در فرصت کوتاه به شغل مورد نظرتون برسید. البته که متاسفانه به خاطر دیگه خودتون بهتر میدونید بعد از کووید همون بلاهایی که سر ایران اومد، سر کانادا هم اومد، سر آمریکا هم اومد، سر همه کشورها اومد، از در واقع تورم بگیرین تا بازار کار. متاسفانه در نیمه دوم سال 2023 در واقع اوضاع کار در کانادا خیلی نابسامان شد و شرکت ها حتی اگر دنبال نیروی کار بودن حتی تا مرحله جاب آفر هم میرفتن ولی بعد پشیمون میشدن و کلا منصرف میشدن از استخدام کردن اون نیرویی که براش این همه هم وقت گذاشتن و هزینه کردن، به خاطر اینکه اوضاع انقدر نابسامان شده از نظر اقتصادی که اینا میخوان دست نگه دارن در زمان مناسب نیروی کار استخدام بکنن که پیش بینی ها نشون داده که سال 2024 قرار نیست همچین بهتر از 2023 باشه. اما ما همیشه باید بالاخره با امید بریم جلو و کسی که در واقع دنبال کار هست خود پیدا کردن کار رو به عنوان یک کار فول تایم باید در نظر بگیره. یعنی از صبح که بیدار میشه حالا میخواد دوش بگیره، چایی بخوره، کافی بخوره، یه ورزشی بکنه، باید 8 ساعت واقعا بشینه دنبال کار بگرده. یعنی الان بحث کاریابی خیلی میدونم که مقوله خیلی عظیمی شده تو زندگی خیلی از مهاجرها، ولی شما اگر بتونید مراحل رو درست برین، رزومتون رو درست طراحی بکنید و لینکدینتون رو مخصوصا درست طراحی بکنید و اینکه بدونید چطوری با رکروترها تعامل پیدا بکنید، شانستون به مراتب بالاتر میره و امید به خدا میتونید در فرصت خیلی کمتر از اونی که ممکنه فکرشو بکنید کار پیدا بکنید. یکی دیگه از مواردی که میخوام در موردش صحبت بکنم کارآموزی هست. حالا همون اینترنشیپ یا حالا به فرنچ اینجا میگن استاژ. ببینید عزیزان، بعضی از رشته‌هایی که اینجا شما میخونید یه کارآموزی هم داره که اجباری هست. ما اصلا در اون مورد نمیخوایم صحبت کنیم. در مورد اینکه ما چطوری با کارآموزی زودتر وارد بازار کار بشیم میخوایم صحبت بکنیم. مثلا شما درست هم خوندی، مدرک تو گرفتی، اصلا توی رشته‌ای که خوندی کارآموزی نیاز نداشتی، یا شما تازه مهاجرت کردی، ویزای کارت همه چی آماده هست و نمیخوای درس بخونی، میخوای کارآموزی انجام بدی که زودتر وارد بازار کار بشی. چون اینجا میدونین که اجباری نیستش توی درس خوندن، ولی من بعداً در مورد همه اینا صحبت میکنم که چه فوایدی داره درس خوندن در کانادا. عزیزان، اینترنشیپ یا همون کارآموزی دو مدل هستش در کانادا. یه مدلش پید اینترنشیپ هست، یعنی که پول بهتون میدن. یه مدلش آن پید هست، یعنی مجانی. و از نظر قانونی آن پید که مجانی هست هیچ مشکلی نداره، منتها باید حتما ذکر بشه که آن پید هست. یعنی نمیشه به شما بگن بیا و بعد یه دفعه شما در مقابل عمل انجام شده قرار بگیری، فکر کنی که قراره بعد از 1 ماه پولی دریافت کنی و بعد بگن که این آن پید بوده. نه، شما باید از ابتدا اینو بدونید. من خودم به شخصه خب به هر حال من راههای خیلی زیادی رو تو این 10 سالی که در کانادا بودم رفتم و هیچ ابایی هم از گفتنش ندارم، به خاطر اینکه دلم میخواد که با گفتن اینا دل شما گرم بشه و کمکی بشه به شما. من خودم شروع کارم بعد از اینکه مدرک HR ام از دانشگاه مگیل گرفتم، من 4 ماه رفتم یک شرکت کانادایی و مجانی
کار اچ آر کردم. خب همون به من کمک کرد که من وارد بازار کار کانادا بشم، به خاطر اینکه وقتی که شما فقط درس میخونید، حالا باز حوزه اچ آر خیلی فرق میکنه با رشته های دیگه. اچ آر در واقع کسی هستش که در مقوله استخدامی، ریکروتینگ اینا قراره فعالیت بکنه، باید قوانین کار رو بدونه. وقتی که شما فقط تئوری میخونی فایده ای نداره، شما باید عملی وارد بازار کار کانادا بشی، قوانین رو یاد بگیری پیرول یعنی چی. خب اینا رو نمیتونی فقط تئوری تو دانشگاه بخونی. پس من اومدم چیکار کردم؟ یه شرکت کاریابی پیدا کردم که این اینترنشیپ آن پید داشت و مجانی می اومد تمام فوتوفن ها رو به تو یاد میداد، ولی از اولم گفته بود آن پید هست و قرارداد براش داشت و مجانی تو باید کار میکردی و قشنگ عین یک کارمند. من 8 ساعت میرفتم اونجا و با دل و جون هم کار میکردم، انگار واقعا کارمند اونها هستم. که وقتی میخواستم از اونجا بیام، حتی سی او اون شرکت منو در آغوش گرفته بود و ناراحت بود و میگفت واقعا کاش میموندی و همینجا برای خودمون کار میکردی. ولی خب شرکت، چون من کلا دوست نداشتم فقط به عنوان ریکروتر کار بکنم و دوست داشتم اچ آر رو به صورت جنرال کار کنم، از اون شرکت اومدم بیرون. ولی کلا میخوام بهتون بگم که شما برای اینترنشیپ اگر حالا چه بهتر که پید اینترنشیپ پیدا بکنید، اما اگر نشد شما باید همه راه ها رو امتحان بکنید. برای پیدا کردنش حالا باید چی کار بکنیم؟ خیلی راحته. شما فقط کافیه 2 کلمه پید اینترنشیپ و آن پید اینترنشیپ رو گوگل کنید و بعد پشت سر هم رشته‌ای که میخواید. مثلا من چی سرچ کردم؟ آن پید اینترنشیپ این اچ آر و خیلی راحت شرکت هایی که آن پید اینترنشیپ ارائه میدادن رو پیدا کردم که یکیش که نزدیکمون بود و انتخاب کردم. همیشه شما هر در واقع سوالی که دارین خدا رو شکر گوگل هست و راحت میتونید به دست بیارید. حالا درسته بعضی وقتا نمیشه فقط بگیم که گوگل، آدم نیاز داره به یه کوچ، به یه مشاور، بله، ولی گوگل هم میتونه رفیق دوم شما باشه برای خیلی از چیزها. راهنمای خیلی خوبی هستش. در مورد چالش زبان فرانسه در مونترال هم میخوام صحبت بکنم، چون که زیر پست مقدمه کاریابی دیدم که خب چند نفر سوال کرده بودن، دغدغه داشتن. مثلا یه نفر گفته بود من 6 ماهه که اومدم کانادا مونترال و نتونستم به خاطر زبان فرانسه کار پیدا کنم. عزیزان ببینید، من خودم به شخصه هیچ شهری به غیر از مونترال در کانادا زندگی نکردم که بخوام مقایسه‌ای داشته باشم بگم مثلا این شهر بهتره اون شهر بهتره. اینا رو راحت میتونید خودتون گوگل کنید یا با دوستانتون که در شهرهای مختلف هستن صحبت کنید و مشورت کنید. اما اون چیزی که بالاخره توی این 10 سال متوجه شدم با مقایسه زندگی یا کیفیت زندگی بین زندگی کسایی که در مونترال هستن با کسایی که در شهرهای دیگه هستن، خب طبیعتاً زندگی در مونترال آسونتر هست، بی دغدغه تر هست. نمیگم نیستا، میگم بی دغدغه تر هست نسبت به مثلا ونکوور یا تورنتو، به خاطر اینکه اجاره خونه کمتره. اگر شما بخواید خونه بخرید در آینده، چه بسا که بتونید در مونترال یه هاوس خیلی خوب که در واقع ایرانی پسند به قول معروف هست بخرید. حالا نمیگم در مرکز شهر، اطراف شهر، مثل بقیه ماها که همه در اطراف شهر الان هستیم، ولی مثلا همون هزینه رو باید در ونکوور یا تورنتو یه آپارتمان شاید 1 خوابه یا 2 خوابه بتونید بخرید. پس خب این یه نمونه هستش. این نشون میده که زندگی در مونترال خب راحت تره. خب طبیعتاً وقتی که شما زندگی در مونترال رو انتخاب میکنین به خاطر هزینه ها، کیفیت زندگی که برای خودتون و بچه هاتون میخواین، خب باید شما در واقع
رضایت بدین به این که برین زبان فرانسه بخونید. یعنی نمیشه هم در مونترال زندگی کنید، هم حالا اصطلاح آمیانش نمیدونم غر زدن، به هر حال اسمش که هرچی هست، نمیشه هم در مونترال ما زندگی بکنیم و بخوایم اصلا مووم نکنیم اینجا هم کار پیدا کنیم ولی زبان فرانسه نخونیم. این اصلا عزیزان امکان پذیر نیست. چرا؟ بعضی از رشته ها شاید راحت فقط با زبان انگلیسی باشه، بعضی از کمپانی ها، ولی اونا خیلی درصدش کمه. یعنی شما نمیتونید اگر شانس آوردین 2 تا شرکتتون انگلیسی زبان بود، به این امید باشین که تا آخر عمرتون اینجا شرکت های انگلیسی زبان به تورتون میخوره. شما باید زبان فرانسه رو بخونید، به خاطر اینکه در نهایت شما اینجا بچه دارین، بچه‌تون مدرسه فرانسوی میره، شما باید به بچه‌تون در مدرسه توی درساش کمک کنید، در آینده راهنمای خوبی براش باشین برای انتخاب رشته کالج و دانشگاهش، و همینطور بتونید با معلم‌ها تعامل برقرار کنید یا وقتی میخوایم برین خرید. تجربه نشون داده توی مونترال وقتی که شما حتی زبان فرانسه رو دست و پا شکسته بلدین، ولی اگر تلاش کنید که همون دست و پا شکسته صحبت بکنید، اون فروشنده یا حالا هر کاستومر سرویس، هر کس که هست، خیلی خوشحال میشه و با جون و دل به شما کمک میکنه، چون تلاش شما رو میبینه. اینا خوششون میاد که ببینن که دارین تلاش میکنید به زبان اونا صحبت بکنید. پس الان مثلا عزیزی که میگه من 6 ماه اینجا هم و موفق نشدم کار پیدا کنم، کاش از زمانش استفاده میکرد و زبان فرانسه میخون. و اینم بهتون بگم که خیلی ها هستن میگن ما ایران چه کار کنیم، مثلا ما 1 سال دیگه داریم میایم، چه کار کنیم، چه مهارتی کسب کنیم، کجا فنی حرفه‌ای بریم، مثلا به قول معروف چجوری دست پر بیایم. شما بهترین کاری که میتونید بکنید اینه که زبان بخونید. حالا اگر زبان انگلیسیتون خیلی خوبه و میخوایم بیایم مونترال، خب زبان فرانسه بریم بخونید. اما اگر هدفتون ایالت‌های انگلیسی زبان هست، فقط روی زبان انگلیسی تمرکز کنید. و اگر زبان انگلیسیتون خیلی خوبه، میخواین ایالت انگلیسی هم برین، خب چه بهتر، اون وقت میتونید برین مهارت‌های دیگه کسب کنید. چون اینجا شما بدون مهارت زبان، حالا چه انگلیسی چه فرانسوی، شما نمیتونید خودتون رو پرزنت کنید. شما حتی اگر تو ایران در بهترین شرکت‌های اصلا بین‌المللی کار میکردین، برای خودتون مدیر بودین، برای خودتون سمتی داشتین، اما اینجا نتونین خودتون رو پرزنت بکنید، خب چطوری میخواین ثابت بکنید که اون قابلیت هایی که داخل رزومه نوشتین رو دارین؟ پس زبان خیلی مهمه و مخصوصا حالا زبان فرانسه برای شهر مونترال. و خوشبختانه دولت کبک به کسایی که زبان فرانسه بلد نیستن یا دوست دارن زبان فرانسهشون تقویت بشه، حالا اصلا به هر دلیل دوست داره طرف زبان فرانسه بخونه، این امکان رو میده که شما زبان فرانسه بخونید و حتی به شما ماهیانه کمک هزینه میده. خب پس چرا آدم از این استفاده نکنه؟ اگر شما از این استفاده بکنید، خیلی سریع بعد از 6 ماه 9 ماه میتونید واقعا خودتون رو به هر دو زبان پرزنت بکنید و اینا همه میشه پیش نیازهای پیدا کردن یک کار خوب در کانادا. خب یکی گفته که حالا اگه فرانسه‌مون بهتر از انگلیسی باشه چی؟ خب دیگه اگر میگم توی مونترال چون 2 زبانه هست، شما باید هر 2 تا زبانتون در حد مساوی باشه، اما باز هم بستگی داره. بعضی از شرکت ها هستن که کاملا کبکیا احاطه کردن اون شرکت رو و در واقع شرکت کبکوا هست، مدیر عاملش کبکی هست. اونجا شاید حتی شما فرانسه اگه بهتر بلد باشین به نفعتون باشه، ولی کلا در مونترال بهتره که هر 2 تا زبون رو بلد باشین. اما برای بعضی جاها چه بسا که فرانسه بهتره، مثل معلم ها، مثل مهد کودک ها. خودتون میبینید دیگه، معلم ها حتی
چون من خودم تجربه دارم، 2 تا بچه دارم که مدرسه میرن، بعضی از معلم هاشون بوده که کلا انگلیسی بلد نبودن، یعنی حالا یا نمیخواستن که انگلیسی صحبت کنن یا واقعا بلد نبودن. شما تصورش رو حتی نمیتونید بکنید که من مثلا وقتی که دفعه اول این رو فهمیدم، خب بالاخره آدم شوک میشه. مگه میشه که شما حتی یه خوشابش انگلیسی رو هم بلد نباشی؟ ولی کاملا طبیعی هست و در برخی از شغل ها هستش که فقط دانش فرانسه مهمه، مثل معلم های مدارس دولتی یا مهد کودک های دولتی. خب دیگه بخوام بگم در مورد لینکدین. در مورد لینکدین هم اگر عزیزان من بخوام براتون توضیح بدم که ما باید چه کار بکنیم که توجه رکروترها رو به خودمون جلب بکنیم. لینکدین اصلا چی هستش؟ چرا ما باید توجه رکروترها رو به خودمون جلب بکنیم؟ عزیزان لینکدین یه وبسایتی هست، در واقع حالا تو زمینه های همون سوشال مدیا هست، ولی برای در واقع شغل و حالت رسمی و حرفه‌ای و پروفشنال استفاده میشه. یعنی خیلی به ندرت شما توی لینکدین میبینین که مثل فیسبوک یا اینستاگرام طرف اطلاعات یا اون عکسای شخصی رو به اشتراک بذاره. البته پیش میاد ها که میذارن و اصلا هم ربطی نداره که بگیم ایرانی ها میذارن یا خارجی ها، نه، اصلا بحث نژاد پرستی وجود نداره. خیلی ها ممکنه بذارن، این کارو بکنن، اما حرفه‌ای نیستش. لینکدین رو بهتره که ما برای همین کار و این چیزا نگه داریم که زودتر به نتیجه، یعنی اگه همه افراد، البته نه فقط من یا شما، همه. لینکدین پس در واقع یه سوشال مدیا هستش که برای کاریابی و اینکه یه پروفایل از خودت بسازی و نشون بدی که کی هستی و چه رشته‌ای خوندی، چه تحصیلاتی داشتی، چه اسکیلز هایی داشتی استفاده میشه. بعد لینکدین از چند تا بخش تشکیل شده. مهمترینش وقتی که شما پروفایل یک فرد رو باز میکنین، پروفایلش هستش، عکس پروفایلش هستش. تفاوتی که عکس پروفایل لینکدین باید داشته باشه با مثلا اینستاگرام یا فیسبوک یا حالا بقیه سوشال مدیا اینه که یکم باید حرفه‌ای تر باشه. حالا این به این معنا نیستش که شما برین عکاسی و نمیدونم $20 هزینه بکنین برای یک عکس حرفه‌ای برای لینکدینتون. اگه این کارو کردین خب اب نداره، خیلی هم عالی، ولی شما میتونید با یه بک‌گراند ساده یه عکس از خودتون بگیرین، ولی فراموش نکنین که حتما باید لبخند داشته باشین، چون این لبخند شما نشونه اعتماد به نفس شما و انرژی مثبت شماست. اگر شما خیلی جدی دست به سینه، مثلا خیلی ها هستن فکر میکنن این شکلی باید عکس بگیرن، نه لزوما. یعنی برای لینکدین خیلی مهمه که چهره شما انرژی مثبت شما رو نشون بده و اعتماد به نفستون رو، و خیلی شما میتونید با چهره بشاش این کار رو انجام بدین. عکس پروفایل اولین چیزی هستش که یه رکروتر نظرش جلب میشه و اینو هم در نظر داشته باشین که در کانادا تبعیض یا همون دیسکریمینیشن جرم هستش. پس اصلا نگران این نباشین که سیاهین، سفیدین، خوشگلین، نمیدونم بینیتون عمل کردین نکردین، اصلا. چون اون کسی که میخواد شما رو استخدام بکنه اصلا به قشنگی یا زیبایی شما کاری نداره، به اون انرژی که از شما میگیره کار داره. پس اینو همیشه در نظر داشته باشین و اینو بدونین که تبعیض در کانادا جرمه و خیالتون راحت باشه و هیچ وقت از اینکه بخواین عکستون رو بذارین شیر بکنید توی لینکدینتون واهمه‌ای نداشته باشید. دومین در واقع چیزی که توی لینکدین توجه همه رو جلب میکنه بک‌گراند شما
پشت عکستون هستش. یه نوار خیلی باریکی هستش که خیلی ها اونو نادیده میگیرن، در حالی که شما میتونید از همون نوار باریک خیلی هوشمندانه استفاده بکنید. سایزش رو میتونید گوگل کنید، مثلا گوگل کنید که لینکدین بنر چه سایزی باید باشه. اون سایز رو میتونید توی انواع و اقسام نرم افزارهای طراحی بیارید و یه طرح خیلی قشنگ برای خودتون پیاده بکنید که توی اون طرح شما میتونید از کلید واژه هم حتی استفاده بکنید که من بعداً لینکدین خودم رو به شما نشون میدم. حالا نه اینکه من خیلی پروفشنالم، نه، ولی به عنوان اینکه من حتی از اون هم استفاده کردم که توجه رکروتر رو جلب بکنم، که یه رکروتر اگر وارد پیج من میشه توجهش جلب بشه و مستقیم بفهمه که من چه کسی هستم. بعد از اون شما میتونید در قسمت اسکیلز هاتون تا 50 تا اسکیلز بنویسید. این اسکیلز ها بچه ها سافت اسکیلز و تکنیکال اسکیلز شما هستش، تا جایی که میتونید از تکنیکال اسکیلز ها اول استفاده بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه سافت اسکیلز ها خیلی در واقع مهارت های جنرال هستش که همه باید داشته باشن. درسته؟ یعنی شما باید در واقع مدیریت زمان بلد باشین، شما باید آدم ارگنایزدی باشین و اینها اصلا یه چیزای بدیهی است. یعنی شما اون 50 تا اسکیلزی که میتونید توی لینکدینتون بیارین، سعی کنید اسکیلز هایی که مربوط به کارتونه بیارید. مثلا اگه نرم افزارهای خاصی بلدین، اگه پلتفرم های خاص، اپ های خاصی کار کردین توی اون هیته شغلیتون، اونا رو استفاده کنید، چون که اون 50 تا بخواین به قول معروف تیک بزنید اصلا تموم میشه. 50 تا خیلی کمه و در نهایت اگر چیزی باقی مون برین سراغ سافت اسکیلز هاتون، مثل همون تایم منیجمنت و دیتیل اورینتد و اون چیزایی که همه میدونید. و دیگه توی لینکدین یه قسمتی هست به نام ریکامندیشن. ریکامندیشن خیلی چیز خوبیه. شما اگر سابقه کار کلا دارید، حالا چه ایران چه کانادا اصلا فرقی نداره، کلا اگه سابقه کار دارین، یه کاری که میکنید اینه که برین تو قسمت ریکامندیشنتون و اونجا یه قسمتی داره که میتونید، یه به علاوه داره، روش که بزنید شما میتونید از همکاران قبلی خودتون تو شرکت‌های قبلیتون، حتی از مدیر عامل شرکت قبلیتون بخواین که براتون ریکامندیشن بنویسه، که این ریکامندیشن خیلی میتونه نکته مثبتی باشه، به خاطر اینکه اگر همکار شما بیاد از شما تعریف بکنه و اگر شما اچیومنت خاصی توی اون شرکت داشتی و مدیر عامل بیاد اونو بگه، خب این خیلی میتونه تأثیر داشته باشه و رکروتر وقتی که میاد در واقع پروفایل شما رو داخل لینکدین باز میکنه، خب اسکن میکنه دیگه، اسکن میکنه از عکستون، از اون بک‌گراندی که گفتم، اسکیلز هاتون، بعد میاد سابقه کارتون رو نگاه میکنه و بعد ریکامندیشن و همینطور به ترتیب نگاه میکنه که چه چیزایی داخلش گذاشتید. و یه نکته‌ای که باید خیلی دقت بکنید که رکروترها و از جمله خود من وقتی که کسایی که برای اون پوزیشنی که اوپن هست اپلای میکنن میرن و اون افراد رو زیر ذره بین قرار میدن، این هستش که اگر شما رزومتون با لینکدینتون همخونی نداشته باشه، خب از اونجایی که میدونید شما وقتی که توی لینکدین در واقع اکسپریانستون رو میذارید، 90% اون شرکت ها پیج دارن توی لینکدین و وقتی که شما اسم اون شرکت رو توی اکسپریانست میاری، لینک میشه با اون شرکت و لوگو اون شرکت میاد و در واقع نمیتونه یه چیز فیک باشه. ولی توی رزومه خیلی ها هستن که خب جعلی رزومه درست میکنن، سابقه کار درست میکنن و میان در واقع به خاطر پیدا کردن کار.
البته اینم بهتون بگم که نگران نباشین، برای پیدا کردن کار جنرال کسی نمیاد لینکدین شما رو زیر و رو بکنه. اما اگر خیلی اون پوزیشن مهمی باشه، مخصوصا مدیریتی باشه، یه پوزیشن مهم باشه، رکروتر قطعا میاد لینکدین شما رو مقایسه میکنه با رزومتون. اگر با هم خونی نداشته باشه در واقع شما رو ریجکت میکنه. پس حتما توجه داشته باشید که خیلی مهمه و داخل رزومتون هم حتما باید لینک یا همون URL لینکدینتون رو بذارین که رکروتر بتونه بره و سوابق شما رو در بیاره و اعتبار سنجی بکنه در واقع که آیا این شرکت ها وجود داشته و آیا این سابقه کار شما وجود خارجی اصلا داشته یا نه. در مورد بخوایم صحبت بکنیم در مورد نکات دیگه که بخوام صحبت بکنم این هستش که اگر شما بخواین رزومه خودتون رو تهیه بکنید که بتونید برای کار اپلای بکنید، اگر شما گوگل بکنید، در این مورد گفتم دفعه قبلش گفتم گوگل رفیق فابریکتونه، ولی حواستون باشه اگر شما میخواین رزومه رو، فرمت رزومه رو از گوگل بردارید، متاسفانه نمیشه گفتش که 100% اینجا در واقع گوگل میتونه یه رزومه معتبر به شما نشون بده، چون ممکنه حتی اگر شما گوگل بکنید رزومه هایی که پیدا میکنید، اون تمپلیت هایی که پیدا میکنید مثلا عکس هم داشته باشه، در حالی که ما در کانادا به هیچ عنوان از عکس داخل رزومه استفاده نمی کنیم. حالا چرا استفاده نمی کنیم؟ به خاطر همون بحث تبعیضی که قبلا گفتم. شما اصلا نیازی ندارین که به کمپانی نشون بدین که چه شکلی هستین، یا حتی از روی عکس ممکنه سن شما نشون داده بشه یا جنسیت شما. بعد اگر شما در واقع یه رزومه قطعا همه ما از ایران داریم و اون رزومه رو شاید حتی تو به اداره مهاجرت هم دادیم موقعی که میخواستیم اپلای بکنیم، کلا اون رو فراموش کنیم، چون که ما اون رزومه هایی که تو ایران استفاده میکردیم از سن بگیر تا حتی وضعیت زناشویی، همون مثلا مجرد و متأهل بودن هم میذاشتیم. اما در کانادا اینا همه تبعیضه، یعنی ما حتی نیاز نداریم که به اون کارفرما بگیم که چند سالمونه، چه برسه به این که جنسیت یا رنگ پوست یا ملیتمونه بگیم. پس ما باید کلا از چیزهایی که منجر میشه به تبعیض پرهیز کنیم، به خاطر اینکه ممکنه بعضی از رکروترها در ضمیر ناخودآگاهشون یه خورده شیشه‌ای داشته باشن و مثلا با ملیت‌های خاصی دشمنی داشته باشن، مثلا با هندی، با ایرانی، با پاکستانی، و اون کارفرما که نمیدونه رکروترش داره چیکار میکنه، مثلا میگه این پوزیشن رو بذار برامون پیدا بکن نیرو رو. خب شما اگه تو رزومت نشون بدی از کلمات کلیدی یا از عکس یا چیزایی نشون بدی که کجا اهل کجایی، نمیدونم پوست چه شکلیه، رنگ چه شکلیه، نمیدونم چند سالته، خب اون رکروتر بدون اینکه شما حتی علتش رو بدونی شما رو ریجکت میکنه و هیچ وقت هم هیچ جا ثابت نمیشه که شما چرا ریجکت شدی. پس ما باید تا جایی که میتونیم از نکاتی که به تبعیض منجر میشه خودداری بکنیم. پس اینکه سنمون رو بخوایم تو رزومه بیاریم، نمیدونم عکس بذاریم، جنسیتمون رو، اینا رو خودداری میکنیم. حتی جدیداً HR لیدرها، چون ماها یک کامیونیتی داریم که توش بحث میکنیم، تبادل نظر میکنیم در مورد بهبود روند کاریابی، به خاطر اینکه روز به روز عوض میشه، ظرفیت ها تغییر میکنه و در واقع اینکه شما همیشه باید به روز باشین، یعنی اینجوری فکر نکنید که این رزومه‌ای که درست کردین تا ابد از این میتونید استفاده بکنید. الان جدیداً مثلا HR لیدرها میگن که حتی
تاریخ فارغ التحصیلی اون آخرین مدرک تحصیلیتون هم نذارین یا لیسانستون رو نذارین، چون که نشون میده که چند سالتون هست. خب راست میگن، به خاطر اینکه مثلا من توی شرکتی کار میکنم که اون تیم لیدها خیلی جوونن، 25 ساله 30 سالن. خب اینا نمیخوان با کسایی که 50 سالشونه کار بکنن. خب وقتی که تو رزومش مینویسه تاریخ فارغ التحصیلیش رو، خب من رکروتر میفهمم اون چند سالشه و چون از قبل به من گفتن که نباید کسایی که بالاتر از 30 سال هستن رو برای ما بیاری، خب من مجبورم ریجکت بکنم. در حالی که اگر سن مشخص نبود شاید من اون فرد رو می آوردم به مصاحبه میرسوندم و تو مصاحبه میدیدیم که چه آدم نازنینی هست و خوشمون میاد و استخدام میکردیم. میگم الان جدیداً یه در واقع نکاتی هستش که اچ آر لیدرها میگن که مثلا بهتره که رعایت کنیم و اینم بگم که ما هیچ وقت نمیتونیم به یک نظر واحد در مورد رزومه برسیم. یعنی بگیم که این رزومه‌ای که نصرالله صادقی داره بهترین رزومه دنیاست و ما باید از این فقط استفاده کنیم. نه، ما میتونیم تمپلیت های مختلف داشته باشیم مادامی که نکاتی که مربوط به قوانین کار در کانادا هست رو رعایت بکنیم قابل قبول هست. ولی خب باید اسمارت هم باشیم دیگه، یعنی نمیتونیم خودمون رو مثلا میخوایم برخلاف جهت آب شنا بکنیم، بگیم نه ما میتونیم، ما قابلیت های دیگه ای داریم، رکروتر به ما چه مثلا بیاد ما رو پیدا بکنه. نه، الان اینقدر نیروی کار زیاده، یه پوزیشنی که اوپن میشه ظرف 2 ساعت 100 نفر اپلای میکنن. نه اصلا الان راستش اینجوری نیستش که رکروترها بخوام بگم مثلا دنبال ما میان و به قول معروف ما رو میخوان هد هانتینگ کنن. قدیم بهتر بود، رکروترها کلا لینکدین رو قرق کرده بودن، دنبال نیروی کار بودن. الان دیگه اینقدر زیاد شده که نشستن سر جاشون و تا اون پست رو میذارن 200 نفر 300 نفر تا ظرف یک هفته 500 نفر اپلای میکنن. یکم شرایط خب سخت شده قبول، ولی هیچ وقت ما نباید به قول معروف ناامید بشیم. سوال پرسیدن که اگر تو فرم آنلاین بود که ملیتتون چیه؟ این خیلی سوال خوبیه. بچه ها ببینید، میدونم که مجبوریم که ما تو اون فرم در واقع حقیقت رو بگیم. ما ناچاریم که حقیقت رو بگیم. به فرض اگر اونجا نوشته آسیایی باید تیک بزنیم، یا مثلا خاورمیانه باید تیک بزنیم، یا چیزیم دیگه، ما ویزیبل ماینوریتیم دیگه در واقع، اونو باید تیک بزنیم. و در واقع تو اون اپلیکیشنی که ما داریم پر میکنیم، مثلا قبلش هم گفته یه مقدمه ای که شرکت ما نمیدونم تبعیض نداره و ما نمیدونم از همه ملیت ها میگیریم و ما نمیدونم میخوایم که شرکتمون اینکلوسیو باشه، همه ملیت ها درگیر باشن. برای همین این سوال ها رو مثلا شما میپرسیم. دوستان اگر قبلش از شما پرسیده باشه که مثلا دوست داری این سوال ها رو جواب بدی، خب میپرسه. یکی از گزینه‌اش اینه که مثلا من ترجیح میدم جواب ندم. خب میتونید اونو تیک بزنید. یعنی اصلا اگه شما اونو تیک بزنید نمیان بگن که نه چرا تیک نزده، این حتما یه چیزی رو میخواد پنهان کنه، چون اینا خیلی چیزای شخصی هست و در واقع اون فرد میخواد از تبعیض جلوگیری کنه. اما اگر نگفته و شما وقتی دارین اپلای میکنین مستقیم میبینید که از شما پرسیده که جنسیتتون چیه و نمیدونم از چه کشوری هستین، خب دیگه ناچارین تیک بزنید. مخصوصا این که اگر تیک نزنید وارد مرحله بعد وقتی که میبینید نکست میزنید هی ارور میده، ناچارید که جواب بدید.
ولی معمولا شرکت هایی که واقعا میان اینو می نویسن در واقع پاشون گیره. اگر یک روزی ثابت بشه که اینا در واقع این فرمو برای تبعیض در اختیار جویای کار گذاشتن، خب مجرم شناخته میشن. برای همین اینجا خیلی حالا نگران باز اون قضیهش نباشید. شما سعی کنید توی رزومه و لینکدینتون خیلی حرفه‌ای ظاهر بشین و هیچ وقت خب به هر حال ما ایرانی هستیم، نمیتونیم از ملیتمون که نمیتونیم فرار کنیم، مخصوصا اسممون خب خیلی تابلو هست و مشخص میکنه که از کدوم ملیت هستیم. برای همین نگران نباشید زیاد حالا در مورد این که اگر توی فرم از ما پرسیدن ملیتمون چه جواب بدیم یا نه. اگر ستاره دار بود یعنی اجباری بود که جواب بدین که خب جواب بدین، اگر ستاره دار نبود جواب ندین. ولی اگر دیدین نکس رو میزنین ارور میده بدونید که خب همون جواب باید میدادین. حالا دیگه یه سوال دیگه هم پرسیده بودن در مورد چت جی پی تی. خانم الا، منظورتون از چت جی پی تی برای رزومه هست یا کلا استفاده از چت جی پی تی؟ حالا من خودم یه چیز کلی در مورد چت جی پی تی میگم. حتما سعی کنید همتون یه اکانت داشته باشین توی چت جی پی تی. بچه چت جی پی تی یه ورژن کاملا مجانی داره، همون ورژن اولیش هستش که فقط با یه آدرس ایمیل شما میتونید یه اکانت بسازین، ولی این دیگه نمیاد برای شما. دیدیم بعضیا مثلا توی اینستاگرام شیر میکنن که من به چت جی پی تی گفتم یه شیر جلوی مجسمه آزادی بکشه و اینو تحویل من داده، پس چرا من همچین ورژنی ندارم؟ اونا ورژن پولی چت جی پی تی هستش، اما ورژن مجانیش که من خودم الان فقط از ورژن رایگانش استفاده میکنم، چون دلیلی ندارم، واقعا نیازی ندارم که برم از چت جی پی تی که اون طرح‌ها رو میکشه یا اون وارد اون مقوله ها بشم استفاده بکنم. پس شما همتون میتونید یه اکانت در چت جی پی تی بسازین، به صورت رایگان ازش استفاده بکنید و چت جی پی تی در واقع مثل گوگل اونم میتونه رفیق فابریکتون بشه و به تمام سوالات شما جواب میده. یکی از کارهایی که میتونید از چت جی پی تی بخواین، اول اینکه اصلا چطوری با چت جی پی تی کار کنید. بذارید من اینو بهتون بگم. چت جی پی تی یه هوش مصنوعی هست که همینطوری نمیتونی بیای بهش بگی که جواب این سوالو بده، چون اگه بگی میگی که خب من که هوش مصنوعی ام، من چه میدونم. مثلا بهش میگی که بگو که من تو مصاحبه اگه از من این سوالو بکنه چی بگم؟ خب میگه من چه میدونم. پس شما باید اطلاعات کامل بهش بدین. اگر شما اطلاعات کامل بهش بدین، خیلی عین یه بچه خوب جواب شما رو میده و یه طوری کمکتون میکنه که شما خودتون هاج و واج میمونید. باید شما کامل ازش بخواید. چطوری؟ مثلا برای کاور لتر شما کل جاب دیسکریپشن رو کپی میکنید، میرین توی چت جی پی تی مینویسید که این this is job description، دو نقطه، بعد job description رو پیست میکنید، دوباره پایین مینویسید حالا بر اساس based on the job description write a cover letter for me. بر اساس این job description یه کاور لتر برام بنویس. اینقدر خوشگل و شیک براتون مینویسه. بعد اونو شما بیارید توی ورد، توی نوتپد، توی هر حالا اپی که معمولا حالا ازش استفاده میکنید، سعی کنید اونو بر اساس رزومه خودتون آپدیتش کنید. شما هیچ وقت نباید کل اون چیزی که چت جی پی تی میگه اعتماد کنید. اون به هر حال شاید هر 100 نفری که برای اون پوزیشن اپلای کردن به چت جی پی تی این جاب دیسکریپشن رو دادن و گفتن کاور لتر بنویس. خب ممکنه همونو به همه داده باشه. پس شما میای خودت آپدیتش میکنی، خودت کاستومایزش میکنی، میای به قول معروف سابقه کارت، اسکیل هایی که داری کاستومایز میکنی
اما اگه خیلی دیگه دلت میخواد از چت جی پی تی کمک بگیری، بگی که نه من زیاد بلد نیستم کاستومایز کنم، چون همه که حالا زبانشون پرفکت نیست، من نمیتونم خودم کاستومایز کنم. خب اینجا چیکار میکنی؟ جاب دیسکریپشن رو میدی به چت جی پی تی، زیرش میگی چت جی پی تی این رزومه منه، بعد میای میگی بر اساس این جاب دیسکریپشن و این رزومه حالا یه کاور لتر بنویس. اونجا دیگه کاور لترش با اون کاور لتر اولی فرق میکنه. پس شما هرچی اطلاعات به چت جی پی تی بدین به شما در واقع جوابتون رو میده، جواب کامل بهتون میده. اما خب چت جی پی تی هم مثل خیلی از نرم افزارهای دیگه در واقع محدودیت داره توی کاراکترهایی که میتونین استفاده بکنید. در واقع ممکنه شما وقتی که کپی پیست میکنید دیگه ببینید نمیتونید چیزی بنویسید، پس سعی کنید تا جایی که محدودیت ندارین استفاده هاتون رو بکنید از چت جی پی تی. در مورد رزومه هم خیلی کمک میکنه. البته میگم توی چت جی پی تی ورژن رایگانش نمیاد کامل فرمت رزومه رو برای شما بنویسه. شما بالاخره یه تمپلیت، یه فرمت خودت باید داشته باشی. ولی در مورد اون ریسپانسیبیلیتی ها، در مورد اون شغلی که داری یا داشتی، میتونی کلید واژه ها رو به چت جی پی تی بدی و بهش بگی که به صورت بولت پوینت برای رزومت در واقع ریسپانسیبیلیتی ها تو بنویسه و اون مینویسه و باز تو اونو میای کاستومایز میکنی، به خاطر اینکه چت جی پی تی تو که نیستی، خود تو نیستی. خب چت جی پی تی یه هوش مصنوعی که بر اساس هر چی اطلاعاتو کامل‌تر بدی مینویسه و خود تو فردی هستی که بهترین اشراف رو به رزومه خودت، به توانایی‌های خودت داری. همیشه از روی چت جی پی تی حتما کاستومایز کن، به دلیل اینکه کاستومایز نکنی چجوری بهتون بگم خیلی مصنوعی ممکنه دیده بشه. البته اینو بهتون بگم که حالا ریکروتر نمیاد خیلی بره تو دیتیل که بگه این خیلی مصنوعی نوشته یا چیز، نه، چون هر ریکروتر فقط 6 ثانیه، یعنی شاید شما واقعا تعجب کنید ولی واقعیه، هر ریکروتر 6 ثانیه فقط صرف خوندن رزومه میکنه و انقدر عادت کرده به این کار که اسکن فقط میکنه کلید واژه ها رو. برای همین خیلی مهمه که از کلید واژه هایی که لازم هست برای اون پوزیشن استفاده بکنید. دیگه خب اوپن به کلوز. اوکی. برای تبدیل ورک پرمیت اوپن به کلوزد، خب البته که این مربوط به همونطور که گفتم بحث مهاجرتیه، ولی من چون اطلاع دارم در این مورد بهتون میگم. اونم به دلیل اینکه در شرکتی که من الان کار میکنم ما این کار رو برای یک نفر انجام دادیم، به اون دلیل من واقعا میدونم، وگرنه من چیزی که واقعا دانشش رو نداشته باشم هیچ وقت به زبون نمیارم، چون خدایی نکرده نمیخوام اطلاعات غلط به کسی بدم. فرق اول اوپن ورک پرمیت و کلوز ورک پرمیت چی هستش؟ ببینید اوپن ورک پرمیت همون ورک پرمیتی هستش که عزیزانی که حالا با ویزای توریستی اومدن اینجا میرن مثلا میگیرن. اوپن دیگه اسمش روشه، یعنی باز هستش، یعنی شما میتونید با این ویزا برای هر شرکتی که میخواین اپلای بکنید، هیچ محدودیتی ندارین. ولی کلوزد ورک پرمیت همون جاب آفر هستش که هم میتونید از خارج از کانادا بگیرین که اون حتما باید وکیل مهاجرتی براتون این کار رو انجام بده، که وکیل مهاجرتی میاد و اون کانکت هست با شرکت هایی که نیروی کار بین‌المللی میگیرن و هزینه‌اش در واقع یه چیزی بین 8,000 تا 10,000 دلاره و یعنی یه چیز هزینه بری هستش و در واقع وکیل توی دادگاه، حالا فکر نکنید دادگاه جرم و جنایت، نه، دادگاه مربوط به کار و مهاجرت، باید ثابت بکنه که شما فردی هستی که انقدر قابلیت داشتی که ما دیگه نتونستیم داخل کانادا
چنین فردی رو پیدا بکنیم و در واقع یه خورده کاغذبازی هستش. حالا خیلی ها میگن که خب جاب آفر گرفتن سخته. بله، به خاطر اینکه خب هزینه داره. یعنی شما اگر این هزینه رو داری که بدی این هزینه رو، خب میتونی خیلی راحت وکیل بگیری و انجام بدی. حالا این از در خارج از کانادا بود. حالا اگر شما داخل کانادا هستی و با اوپن ورک پرمیتد جاب آفر گرفتی، میری سر کار. جاب آفر منظورم نه اون جاب آفر مهاجرتی ها، یعنی همون آفر معمولی که میری سر کار. بعد شما تو اون شرکت انقدر خودتو ثابت میکنی که در واقع فرد قابل، یعنی یک فردی هستی که تمام قابلیت هایی که اون شرکت میخواد رو داری و بتونی یه رابطه‌ای بین خودت و کارفرمات ایجاد بکنی که کارفرمات حاضر باشه برای شما این کار رو انجام بده. و این رو هم بدونید که اگر کارفرماتون بخواد برای شما این کار رو انجام بده، از نظر قانونی کل هزینه رو باید کارفرما پرداخت بکنه، نه کسی که داره کار میکنه. یعنی کارمند نباید، از نظر قانونی جرمه. فقط باید کارفرما این هزینه رو بده و کارفرما میاد با وکیل صحبت میکنه. 8,000 تا 10,000 تا هزینهش هست و یه روند تقریبا زیر 6 ماه هستش، طول میکشه و در واقع کارفرما هیچ کاری انجام نمیده، وکیل همه کارا رو میکنه. وکیل هر چند وقت یه بار میاد یه فرمایی میده، میگه این فرم پر کن، اینو آپدیت کن، اینو به قول معروف انجام بده. وکیل همه کارا رو میکنه و میگم همش یه جور کاغذبازی هست که حالا در واقع پولی هستش که باید به دولت مبارکه پرداخت بشه برای کلوزد ورک پرمیت. و وقتی شما کلوزد ورک پرمیت میگیری، باز اینجا خب شاید یه نکته منفی وجود داشته باشه، اینکه شما دیگه با اون کلوزد ورک پرمیت نمیتونی جای دیگه کار کنی، چون شما انحصاری برای اون کارفرما ورک پرمیت گرفتی. البته که میگم دیگه کارفرما قطعا شما رو خیلی میخواد نگه داره که میاد این هزینه رو میکنه، پس شما حداقل خیالتون راحت هست. و اینکه چطوری آیندهتون رو با این کلوز ورک پرمیت تضمین کنید، اینکه شما بعد از اینکه کلوز ورک پرمیت رو گرفتین، بعد از سپری کردن زمان لازم باید برای PR اپلای بکنید و وقتی که شما دیگه وارد مقوله PR شدین، دیگه خیالتون راحت هستش که دیگه اجازه کار برای هر کمپانی رو دارین و پرمننت رزیدنت هستین. این در واقع حالا در حد دانش خودم بود. حالا باز اگر خیلی بخوایم وارد دیتیل بشیم، مقوله مهاجرتی میشه که من حالا اول لایو هم گفتم به زودی انشالله با یه وکیل مهاجرتی لایو میذاریم که تمام سوالهای شما که مربوط به کار و کاریابی میشه بتونیم اونجا پاسخ بدیم. گفتن که در لینکدین در کدوم قسمت از به قول معروف در کدوم قسمت میتونیم بخوایم که ریکامندیشن بنویسم برامون. خب من حالا نمیدونم که از توی مونیتور شما میتونید لینکدین من رو ببینید یا نه، امیدوارم که بتونید ببینید. ببینید لینکدین من که خب یه عکس ساده با بک‌گراند ساده هست، یه نوشته هست که خب این نوشته حتی میبینید که یه فلش داره و توش نوشتم که این شخص یعنی من تو زمینه HR کاریزما داره و کریتیویتی داره و میتونه تأثیرات مثبتی رو تو HR بذاره. خب شما تصور بکنید یه همچین لینکدینی یک نفر ببینه که داره و بعد میایم پایین. بعد از اینجا بعد از اسکیلز هستش عزیزان، اینجا که اسکیلز هست، بعد از اسکیلز اینجا ببینید ریکامندیشن هست، روی این به علاوه میزنید و اونجا درخواست میکنید که از کارفرمای قبلی، همکار قبلی براتون ریکامندیشن بنویسه.
این که ممکنه یکم سخت شما تو لینکدین پیدا بکنید ریکامندیشن، قسمت سکشن ریکامندیشن، به این علتی که هنوز چون ریکامندیشن ندارین اون قسمت بسته است. شما یه ذره اگر پروفایلتون رو بالا پایین بکنید پیداش میکنید و بعد از اینکه براتون ریکامندیشن بنویسن دیگه اون قسمت بازه، یعنی ریکامندیشن دیده میشه. و اگر شما بیش از 2 ریکامندیشن داشته باشین دیگه هر کس بخواد ریکامندیشن های بیشتر رو بخونه باید روش کلیک کنه تا بتونه تبش باز بشه و بتونه ریکامندیشن ها رو بخونه. خب عزیزان، من فکر میکنم که لایومون دیگه خب به اندازه کافی بود و تمام نکاتی که من خودم به شخص در نظر داشتم رو براتون گفتم. هرچند که این نکاتی که گفتم انقدر دیتیل داره که برای هر کدومش شاید بشه 100 تا ویدیو ساخت و من در آینده نزدیک ویدیوهای خیلی کوتاه سعی میکنم، چون چند نفر حتی کامنت داده بودن که ویدیوها رو کوتاه بسازین. چشم، حتما ویدیوها رو سعی میکنیم خیلی کوتاه بسازیم و تمام نکات لازم برای مصاحبه، لینکدین، رزومه، نمیدونم هرچی که شما فکرش رو بکنید رو میسازیم. و اینکه بله، من حتما این لایو رو سیو میکنم و در پیج بلومرز قرار میدم که شما باز بتونید بعدا مراجعه کنید. اما لطفا ازتون خواهش میکنم که اگر هر سوالی دارین هیچ وقت از پرسیدن سوال خجالت نکشین، چون همه ما مهاجریم، همه ما دغدغه پیدا کردن کار رو داشتیم و هنوز داریم. سوالاتتون رو بپرسین. چرا؟ چون شاید اون سوال خیلی ها باشه که من بدونم دغدغه شما چی هست، براش بتونم ویدیو بسازم. پس شما منتظر ویدیوهای خیلی کوتاه و نکته‌ای برای کاریابی در کانادا باشین و همینطور لایو میذاریم، بیشتر با هم صحبت میکنیم و من واقعا تمام تلاشمو میکنم تا در حد و توان خودم بتونم کمک رسان کامیونیتی عزیزم در کانادا باشم. ممنونم از همگیتون، واقعا لطف کردین که وقتتون رو در اختیار من گذاشتین و امیدوارم که تعطیلات حسابی خوش بگذره. واقعا تشکر میکنم از همتون که تو این تعطیلات وقتتون رو گذاشتین و تا دیدار بعد به خدا میسپارمتون و امیدوارم که زیر پستای مربوط به کاریابی بیاین و همتون بگین که تونستین کار خوب، کار رویاییتون رو پیدا بکنید و ما و همه هموطنان رو در شادی خودتون سهیم کنید. پس تا دیدار بعد و لایو های بیشتر، ویدیوهای بیشتر، همتون رو به خدا میسپارم. منم منتظر کامنت های قشنگتون هستم. تا دیدار دیگه، بدرود. خداحافظ.